یه دکمه مخفی که همه تلویزیون‌ها دارن ولی خب تعمیرکارا و نصابا بهتون نمیگن. ببینیم چه کاربردی داره، توضیح بدم واسهتون. بعد اینکه دکمه رو فشار دادید، یه کابل یو اس بی رو به پشت تلویزیون وصل کنید. حالا اون طرف کابل رو وصل کنید به گوشیتون. حالا وارد اپ دانلود برنامه‌های گوشیتون بشید. برنامه TVX Cast رو سرچ کنید. بعد که پیداش کردید دانلود کنید. باز وارد اپ دانلود برنامه ها بشید. لایف تیوی رو سرچ کنید. این اپ زرد رنگ، اسمش هم پلوتو تیوی هستش. دانلودش کنید و منتظر بمونید که نصب بشه. وارد برنامه که شدید شگفت زده میشید، چون همه کانالای کارتی که پولی هستن باز شدن و بدون هیچ مشکلی کار میکنن. دیگه لازم هم نیست هزینه‌ای بابتش پرداخت کنید. گزینه ها هم واقعا زیاده. کانالای ورزشی، فیلم و سریال، خبری، کانالای کارتون و کلی شبکه های کارتی رو باز کرده و این واقعا عالیه. مخصوصا اگه نظرتون اینه یک کانال ارزش